خانم من رسیدم سر لوکیشن، شما آقا من کجایی؟ پشت ماشینتون هستم، میشه پیاده شید؟ خانم مسافر شمایید؟ بله ما فکر کنم تولد میخواید برید، سری بشینید تا دیرتون نشده. پسری که قدش 2 متر نباشه کنسله. 10 دقیقه است دارم رانندگی میکنم برسم به مبدا، بعد کنسل کردید؟ کنسله. بعد چه ربطی الان با منید اینا رو؟ بله. فکر کنم بلاندید زیاد میبینید، خدا شفاتون بده. نگاه چه سریع هم ناراحت شد. آقا پرنسسه کنسله. خانم با پشم و پیل من میشه مواد اولیه کارگاه نساجی رو تامین کرد، به من میگی پرنسس؟ اینا رو ولش کن. درآمدت چقدره؟ پسری که درآمدش بالای 200 میلیون نباشه به کنسله. تو چه درآمد من چقدر دهی و درآمد من 200 میلیاردم باشه 1000 تومنشو واسه یکی مثل تو خرج نمیکنم که. همیشه که اسکینی نمیپوشی، چون پسری که اسکینی میپوشه کنسله. والا من از اسکینی بگیر تا شلوار کردی همه رو میپوشم، بستگی به حال خودم داره، نظر هیچ کی هم برام مهم نیست. کنسله. نسل شما هیچ وقت رنگ عشق واقعی و آرامش رو نمیبینه، چون همتون مادیگرایید. مادیگرایی هم ته نداره. اگه قرار باشه یکی مثل من کنسل باشه